سلام دوستان، به کانال من خیلی خوش اومدین. من در اینجا روزانه پست هایی رو در زمینه آموزش فتوشاپ منتشر میکنم. اگه هنوز کانال من رو سابسکرایب نکردین، دکمه سابسکرایب رو بزنید و خوشحال میشم که با لایک ها و کامنت هاتون به من انرژی بدین. توی این آموزش قراره که با هم ادیت این عکس رو یاد بگیریم. پس تا انتهای آموزش با من همراه باشید. عکسمون رو باز میکنیم، با کنترل J یک کپی ازش میگیریم و از اینجا روی گزینه Object Selection Tool کلیک میکنیم. در نوار بالایی روی گزینه Select Subject میزنیم تا سوژه ما انتخاب بشه. از این قسمت روی گزینه ماسک کلیک میکنیم تا یک ماسک برای لایه‌مون ایجاد بشه. یک لایه خالی بین دو تا لایه ایجاد میکنیم و با یک براش با یکی از رنگ‌های روشن موجود در بک‌گراند با فلو و اوپاسیتی تقریبا میشه گفت بین 20 تا 50% شروع به براش زدن در این لایه خالی میکنیم. حالا کافیه که روی بالاترین لایه کلیک بکنیم. از این قسمت یک کروز ایجاد کنیم. از پنل باز شده روی این گزینه‌ای که سمت چپ قرار داره کلیک میکنیم و موس رو روی تاریک ترین قسمت عکسمون قرار میدیم و کلیک میکنیم و میکشیم تا یک مقداری عکس ما تیره تر بشه. همین کار رو برای نقاط روشن هم انجام میدیم. با یک براش مشکی با همون اوپاسیتی و فلو بین 30 تا 50% روی ماسک لایه کروزمون شروع میکنیم به نواحی از پوست که خیلی تیره شده یا حتی در بک‌گراند که نیاز یک مقداری روشن‌تر بشه براش میزنیم. دقت داشته باشین که اگه رنگ براشتون مشکی نبود کافیه که کلید دی روی صفحه کلید رو فشار بدین تا بک‌گراند ما به رنگ سفید و فورگراند ما به رنگ مشکی در بیاد. من اینجا یک لایه خالی دیگه ایجاد میکنم و با براش مشکی در نواحی مثل پایین عکس و یا کناره های عکس که میخوام تیره تر بشه براش میزنم. حواستون باشه که اینجا باید اوپاسیتی رو روی میزان لازم با توجه به عکستون کم یا زیاد بکنید. با زدن کلیدهای کنترل، شیفت، آلت و ای میتونیم یک کپی از هر آنچه که انجام دادیم داشته باشیم. حالا کافیه که روی همین لایه قرار بگیریم و از فیلتر به قسمت کامرا راو بریم و از قسمت پریست ها روی پریستی که قبلا آموزشش رو براتون گذاشتم که لینکش رو در بالای ویدیو مشاهده میکنید کلیک میکنیم تا پریست روی عکسمون اعمال بشه و اوکی رو میزنیم. از این قسمت روی گزینه ماسک کلیک میکنیم تا یک ماسک برای لایه‌مون ایجاد بشه و با زدن کلیدهای کنترل آی میتونیم ماسکمون رو اینورت بکنیم که رنگ اون از سفید به مشکی تغییر میکنه. حالا یک براش با رنگ سفید برمی‌داریم و با همون فلو 50% با اوپاسیتی مناسب روی برخی از نواحی که میخوام این پریست یک مقداری اعمال بشه مثل نواحی پوست و یا حتی اطراف بک‌گراند براش میزنیم. یک ادجاستمنت کالر لوکاپ ایجاد می‌کنیم و روی این گزینه کلیک کنید. که من ساخت پریست طلایی جذاب با همین گزینه رو در پست های قبلی گذاشتم. لینکش رو در این بالا میذارم که اگه دوست داشتین این پست رو هم مشاهده کنید. مود لایه رو به سافت لایت تغییر میدیم. اوپاسیتی این لایه رو بین 15 تا 30% قرار میدیم. و دوباره با زدن کلیدهای کنترل، شیفت، آلت و ای یک کپی از تمام کارهایی که تا الان انجام دادیم میگیریم. به فیلتر کامرا راو میریم و من در اینجا یک مقداری اکسپوژر و بلکس رو زیاد میکنم. تا همین مرحله یک قبل و بعد از کاری که تا الان انجام دادیم رو با همدیگه مشاهده میکنیم. یک ادجاستمنت بلک اند وایت ایجاد میکنیم. میزان رد و یلو رو یک مقداری کاهش میدیم.
با یک براش مشکی با اپاسیتی و فلو 100% از این قسمت روی براش های آب کلیک میکنیم که من این براش ها رو در کانال تلگرامم با عنوان براش آب براتون قرار دادم. من آدرس کانال تلگرامم رو در دیسکریپشن براتون مینویسم، میتونید براش ها رو از اونجا دانلود کنید و برای نحوه ایمپورت کردن اونها در فتوشاپ میتونید از این پستی که این بالا میذارم کمک بگیرید. من با براش های مختلف در این مجموعه و با سایز های مختلف میام و در قسمت هایی که احساس میکنم نیازه براش میزنم. این براش زدن خیلی سلیقه‌ایه، حتی انتخاب خود مدل براش هم سلیقه‌ایه. وقتی که براش زدن در نواحی بک‌گراندمون تمام شد، از این بالا روی براش جنرال براشیز کلیک میکنیم و با هاردنس 0 و با یک سایز مناسب روی نواحی پوست میکشیم. در نواحی مو من یک مقداری اپاسیتی و فلو رو کم میکنم و روی موها براش میزنم. با کلیدهای کنترل، شیفت، آلت و ای دوباره یک کپی از هر آنچه که انجام دادیم تا به الان میگیریم، به فیلتر، کامرا راف میریم و من در اینجا از قسمت بیسیک یک مقداری تینت و سچوریشن رو کم میکنم چون که قرمزی روی پوست من زیاد هست. حالا ممکنه که روی عکس شما رنگ زرد یا سبز یا حتی آبی زیاد باشه، پس شما با توجه به رنگ عکستون و رنگ پوست تصویرتون باید این مقادیر رو کم یا زیاد بکنید. به قسمت کرفز میرم و چون که قرمزی در عکس من زیاده گزینه رد رو انتخاب میکنم و یک مقداری المان ها رو به سمت پایین میکشم تا قرمزی در عکسم کمتر بشه. به سلکت کالر رنج میریم و با کلیک روی نواحی پوست میایم و اون قسمت ها رو انتخاب میکنیم. این قسمت های سفید رنگ یعنی اون قسمت هایی که برای ما انتخاب شده. حالا یک سالید کالر ایجاد میکنیم و رنگمون رو انتخاب میکنیم و اوکی رو میزنیم و بلندینگ مود لایه رو به هیو تغییر میدیم. اپاسیتی لایه رو بین 30 تا 50 قرار میدیم. دوباره روی ماسک لایه کلیک میکنیم، از پنل باز شده یک مقداری فدر رو افزایش میدیم تا اون لبه های تیز برای ما یک مقداری نرم تر بشه. با یک براش سفید با اپاسیتی و فلو مناسب روی اون نواحی از پوست که موقعی که ما داشتیم پوست رو انتخاب میکردیم انتخاب نشده میکشیم تا تمامی پوست یک رنگ بشه. یک کپی از لایه اصلی عکسمون میگیریم و اون رو در بالاترین قسمت در پنل لایر قرار میدیم. لب‌های سوژه رو انتخاب میکنیم و میزان فدر رو بین 1 تا 3 براش در نظر میگیریم. از اینجا روی ماسک کلیک میکنیم، کلیدهای کنترل بی روی صفحه کلید رو میزنیم تا پنل کالر بالانس برای ما باز بشه و یک مقداری مجنتا و رد رو افزایش میدیم تا لب‌های ما خوش رنگ تر بشه و اوکی رو میزنیم. کلیدهای کنترل ام بر روی صفحه کلید رو بزنید تا پنل کرفز براتون باز بشه. این وسط کلیک کنید و نمودار رو یک مقداری به سمت پایین بکشین تا لب‌های ما تیره تر بشه. روی لب برق لب ایجاد می‌کنیم که من آموزش کامل برق لب رو در این پستی که لینکش رو در این بالا میذارم براتون گذاشتم. اگه دوست داشتین میتونید به اینجا مراجعه کنید. خیلی خلاصه اگه بخوام توضیح بدم، یک لایه خالی ایجاد می‌کنیم با یک براش رنگ سفید روی لب در نواحی که می‌خوایم برق لب ایجاد کنیم می‌کشیم. روی لایه دوبار کلیک می‌کنیم و از قسمت آندرلاین لایر یک مقداری این زبونه پایین رو به سمت راست هدایت می‌کنیم. با گرفتن کلید آلت میتونیم این قسمت رو به صورت جداگانه تغییرش بدیم. یک ادجاستمنت چنل میکسر ایجاد میکنیم. یک مقداری رد رو کاهش میدیم، یک کوچولو گرین رو افزایش میدم و بلو رو هم یک مقداری کاهش میدم. بلندینگ مود لایه رو به پین لایت تغییر میدیم.
کلیدهای کنترل آی رو میزنیم تا ماسک ما اینورت بشه. حالا کافیه که با یک براش سفید با اپاسیتی و فلو بین 20 تا 50% روی نواحی پوست که میخوام یک مقداری قرمزیش گرفته بشه براش میزنیم. و تمام. اگه آموزش برات مفید بود سیوش کن.